نام افغانستان همواره به جنگ، خون و خشونت گره خورده است که با شنیدن نام افغانستان به ذهن بیشتر افراد جنگ و خشونت یادآوری می شود. افغانستان یک کشور کوهستانی و زراعتی می باشد که بر اساس موقعیت جغرافیایی در قلب قاره آسیا قرار دارد. اما افغانستان هنوز هم سرزمین زیبایی ها و جاذبه هاست که بیشتر زیبایی های طبیعیش دست نخورده باقی مانده است. کشور افغانستان دارای 34 ولایت است که هر کدام از آنها آب و هوای خاص خود و جذابیت های طبیعی زیبای خود را دارا می باشد. این بار شما را به دیدن شماری از منظره های زیبا و دیدنی افغانستان می بریم که ممکن تا هنوز ندیده باشید. شماره 1. ولایت بامیان. ولایت بامیان پایتخت فرهنگی سارگ و یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان می باشد. بامیان یکی از ولایت‌های زیبا و باستانی افغانستان یاد می گردد. این ولایت منظره‌های بسیار جذاب و دیدنی دارد که بیشتر توریست‌های داخلی و خارجی را به خود جذب کرده است. شماره 2. ولایت نورستان. ولایت نورستان در شمال شرق افغانستان قرار دارد و یکی از ولایت‌های زیبا و سرسبز افغانستان به شمار می رود. شماره 3. ولایت ننگرهار. ولایت ننگرهار در شرق افغانستان قرار دارد که مرکز آن شهر جلال آباد می باشد. این ولایت هم مانند ولایت‌های دیگر افغانستان دارای جاذبه‌های زیبا و طبیعی است. ولایت ننگرهار آنقدر سرسبز است که مردم افغانستان این ولایت را ولایت همیشه بهار یاد می‌کند. شماره 4. ولایت غزنی. ولایت غزنی پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام و یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان است. ولایت غزنی یکی از ولایت‌های تاریخی به شمار می رود که منظره‌های زیبا و دیدنی نیز دارد و همچنان یکی از بهترین ولسوالی‌های آن به ولسوالی جاغوری یاد می گردد. شماره 5. ولایت هرات. ولایت هرات در غرب افغانستان مرز مشترک با ایران دارد. این ولایت نیز یکی از زیباترین و فرهنگی ترین ولایت افغانستان می باشد که مردم افغانستان ولایت هرات را پایتخت علم و فرهنگ و عرفان افغانستان یاد می کنند. شماره 6. ولایت پنجشیر. ولایت پنجشیر در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد که مرکز این ولایت بازارک می باشد. پنجشیر با داشتن آب و هوای پاک و طبیعت زیبا شهرت دارد که بیشتر مردم افغانستان ولایت پنجشیر را بهشت رویایی افغانستان یاد می کنند. شماره 7. ولایت بلخ. ولایت بلخ در شمال افغانستان یکی از مهمترین و زیباترین ولایت‌های این کشور یاد می‌گردد. مرکز ولایت بلخ مزار شریف می باشد. مزار شریف شهری درجه اول افغانستان یاد می گردد که بندر حیرتان یکی از پردرآمدترین بندر تجارتی افغانستان در این ولایت قرار دارد. ولایت بلخ آنقدر زیباست که بیشتر مردم افغانستان برای تجلیل از سال نو و میله گل سرخ به آن ولایت سفر می کنند. شماره 8. ولایت بدخشان. ولایت بدخشان در شمال افغانستان قرار دارد و یکی از زیباترین و سرسبزترین ولایت‌های این کشور یاد می‌گردد. این ولایت با داشتن کوه‌های بلند و جنگل‌های سرسبز و آبشارهای خروشان شهرت دارد.
شماره 9 ولایت بادغیس. ولایت بادغیس یکی از ولایت‌های غربی افغانستان است که مرکز آن شهر قلعه نو می باشد. این ولایت منظره‌های زیبا و جذاب و دیدنی زیاد دارد. ولایت بادغیس با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد. این ولایت با داشتن پیسته فراوان و خربوزه مزه‌دار به نام ولایت پیسته و خربوزه یاد می گردد. شماره 10 ولایت دایکندی. ولایت دایکندی از جمله ولایت‌های مرکزی افغانستان می باشد. این ولایت یکی از فقیرترین ولایت‌های افغانستان یاد می گردد که کمتر بازسازی در این ولایت صورت گرفته است. ولایت دایکندی منظره‌های زیبای طبیعی خودش را دارد که یکی از آن زیبایی‌های طبیعی فصل گل بادام است. جشن گل بادام یک جشن فرهنگی و هنری می باشد که در اوایل سال نو خورشیدی و موسم گل بادام برگزار می گردد. بسیار تشکر از شما عزیزان که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودین. لطفاً برای حمایت از ما کانال را لایک و سابسکرایب نمایید و همچنان علامت زنگوله را فعال نمایید. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند پاک می سپارم.